کوروش کبیر. زمان تولد حدود 590 تا 580 پیش از میلاد. محل تولد منطقه انشان در جنوب غربی ایران در نزدیکی فارس امروزی. پدر کمبوجی یکم پادشاه انشان از خاندان هخامنشی. مادر ماندانا دختر آستیاگ پادشاه ماد. آغاز سلطنتش حدود 559 پیش از میلاد. کوروش پس از مرگ پدرش پادشاه انشان شد و در 550 پیش از میلاد با شورش علیه پدر بزرگش آستیاگ امپراتوری ماد را شکست داد و ماد و پارس را متحد کرد. این رویداد آغاز امپراتوری هخامنشی بود، یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ جهان. کوروش با درایت و قدرت نظامی بی‌نظیرش قلمرو خود را گسترش داد. فتح لیدیه در سال 547 کشور ثروتمندی در غرب آناتولی یعنی ترکیه امروزی به رهبری کرزوس بود. پس از پیروزی کوروش رفتار انسانی با مردم لیدیه داشت و شهرها را غارت نکرد. دومین فتح و بزرگترین فتحش فتح بابل بود. کوروش بدون خونریزی وارد بابل شد. مردم بابل از او به عنوان نجات دهنده استقبال کردند چون نظم و عدالت را برقرار کرد. او یهودیان اسیر در بابل را آزاد کرد و اجازه داد به اورشلیم بازگردند و معبد خود را بازسازی کنند. کوروش بر پایه مدارا، آزادی مذهبی و احترام به فرهنگ‌ها حکومت می‌کرد. حدود 530 پیش از میلاد در جنگ با قبایل ماساگدها در شرق امپراتوری در حوالی آسیای میانه امروزی احتمالاً قزاقستان یا ازبکستان کنونی کشته شد. پیکر کوروش با احترام به پاسارگاد در نزدیکی شیراز آورده شد. آرامگاه او هنوز پابرجاست و از ساده‌ترین باشکوه‌ترین بناهای باستانی ایران است و کوروش در تاریخ با عنوان‌هایی چون پدر ملت‌ها و پادشاه دادگر یاد می‌شود.